أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علمی صرف 19 درس گرفتیم و حالا باشد درس 20 را به سمع شما خواهم رسانید. کتابی بیدان درس 20. موضوع درس 20 ما و شما معلوم فعلی نهی است. معلوم فعلی نهی. پس ما و شما در گذشته گفتیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 تا ما و شما فعل ماضی را گرفتیم یکم، فعل مضارع را گرفتیم 2 تا، اسم فاعل را گرفتیم 3 تا، اسم مفعول را گرفتیم 4 تا، فعل جهد را گرفتیم 5 تا، فعل نفی را گرفتیم 6 تا، فعل امر را گرفتیم 7 تا و فعل نهی 8 است. حالا ما و شما در 8مین چیزی قرار داریم که عرب از مصدر اشتقاقش میکند، از مصدر میگیرد این چیزها را، چطوری که شما دیده ایستادید. پس این فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد. فعل نهی چند صیغه دارد؟ 14 تا. و مثل فعل ماضی، مضارع، فعل جهد، نفی 14 تا داشت، فعل نهی هم 14 صیغه دارد. پس در اینجا بنده اینها رو نوشته کردم. ببینید همون فعل مضارع است، همون فعل مضارع، فقط در اولش یک لا موندیم. این لا را نامش لای ناهیه است. ما 2 نمود لا داریم. لای ناهیه عمل میکند به مثل لم، آخرش ساکن میکند، نونها را حذف میکند. این لا را نامش لای ناهیه است. و یک لای دیگه داشتیم لای نافیه، اون میدرمد هیچ کار نمیکرد. مثلا میگفتیم که لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون. ببینید یکون تغییر نداد. اما این نه، این تغییر میتید. لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، نون از بین برد. دیدید این لا را لای چی میگن؟ لای ناهیه. پس میتونیم که در اینجا نوعهای لا را بنویسیم برای حفظ کردن. 2 نمود لا داریم. یکمش لا نامش چیه؟ الناهیه. ناهیه. ببینید لای چی است؟ لای ناهیه. دویم لا، لای چی است؟ لای دویم لا لای النافیه. ببینید این لا لای نافیه است. اکنون ما از کجا فرق میکنیم؟ در اگون جوش نویستگی نیست لا ناهیه و نافیه گفتگی. از کجا فرقش میکنیم؟ از جمله، از روش کلام نگاه میکنیم که سخن را نفی کرده است یا که نهی. نفی مثلا میگوید که لا یضربو، نمیزند. یا مثلا میگه که لا تضربو، یعنی نمیزنی تو. ببینید لا تضربو، نمیزنی تو. این لای چیه؟ لای نافیه. لای ناهیه رب نمیشه و لا تضرب، نزن تو. ببین نمیزنی، نزن تو. این لا نزن نهی است، باز میدارد نکن این کار را. مثلا میگه که لا تلعب، بازی نکن. لا تاکل، نخور. لا تذهب، نرو. اگر بگیم که لا تاکلو یعنی که نمیخوری تو، لا تذهبو نمیروی تو. فرقیت را دیدید بین لای ناهیه و لای نافیه در ترجمه، همچنین در عمل. این یگان عمل ندارد لای نافیه. لای ناهیه درس امروزه ما و شما عمل دارد. ببینید ساکن کرد، ببینید نونها نیست، امثله 500 نونها نیست، به خاطر اینکه این از بین برد به مثل لم، چطوری که لم هم این کارها را میکرد. و دیگر زیاد توضیح نمیتیم و همین کفایه میکنه. میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که در صفحه 48
معلوم فعل نهی. هر کسی که این کتاب را دارد صفحه 48. صاحب کتاب میگوید که صاحب کتاب بیدان میگوید که معلوم فعل نهی را نیز 14 مثال است. چطوره که ما شما دیدیم 14 مثال. ببینید همگی چند تا است؟ 14 چطوره جمع نوشتیم که معلوم فعل نهی 14 مثال دارد. خب 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. درس گذشته گفتیم برای چه اول مخاطب را بود بعد غایب را. تا به امروز ما شما برعکس میخوندیم، اول غایب را میخوندیم بعد مخاطب را. اما چرا در این درس گذشته این درس اول مخاطب اومده بعد غایب؟ درس گذشته گفتیم یعنی عرب وقتی که یک چیز را امر میکند، امری بالا ده امر میکرد، در پیش بدگیر اول امر میکرد. همچنین در نهی اول کسی که در پیش است او را باز میداریم، منع میکنی. برای همین خاطر میگه اول مخاطب رو میاریم. اما این یگان رول کلان بازی نمیکند، میشود که برعکسش هم بگوی. اما چه خیلی که صاحب کتاب نوشته است گفته است ما همون کار را انجام دادیم. خب میگه که 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. یعنی 2 تا دیگرش برای که برای متکلم. اکنون میگه آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 6 تا مخاطب، 3 تاش برای مذکر، 3 تاش برای مؤنث. آن 3 که مذکر را بود 3 تا بالا که برای مذکر هست این چی است؟ میگوید که لا تضرب. ببینید لا تضرب ترجمهش مزن تو مرد صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل نهی. لا تضرب میگوی که مزن تو، نزن تو، بازش میداری، معنیش میکنی. اگر 2 کس باشن میگوی لا تضربا، لا تضربا یعنی که ترجمهش نزنید، مزنید شما 2 مرد صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل نهی، یعنی نزنید شما 2 مرد. اگر مردها بسیار باشد چی میگیم؟ لا تضربو، ترجمهش مزنید شما همه مردان صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل نهی. ببینید لا تضربو مزنید شما همه مردان. در پیش ما بسیار باشد اگر معنشون کرده میگیم لا تضربو، لا تضربو یعنی نزنید شما همه مردها. خب این 3 تای مخاطب مذکر با آخر رسید و 3 تای مؤنثش از اینجا شروع می شود. ببینید 3 مؤنث. صاحب کتاب میگوید که آن 3 که مؤنث را بود یکمش لا تضربی، لا تضربی اینجا نون بود، این لا نون از بین برد. پس لا تضربی ترجمهش چیه؟ مزن تو زن صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل نهی. اگر در پیشمون یا زن باشه میگیم لا تضربی، نزن تو زن. اگر 2 تا باشه چی میگیم؟ لا تضربا، ترجمهش مزنید شما 2 زن صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل نهی، 2 زن شما نزنید. اگر زنها بسیار باشه در پیشمون میگیم لا تضربنا، بازشان میداریم، معنشان میکنیم میگیم لا تضربنا، یعنی ترجمهش نزنید، لا تضربنا مزنید شما همه زنان صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل نهی، یعنی شما زنها نزنید. پس این 6 تا صیغه چشید مخاطب، 3 مذکر و 3 مؤنث. اکنون صاحب کتاب میگوید که آن 6 که غایب را بود، اکنون 6 تا غایب را بیان میکند، میگوید که آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود اکنون این را بیان میکند، توضیح ترجمه میکند. میگوید که آن 3 که مذکر را بود یکمش لا یضرب، آخرش ساکن لا یضرب، ترجمهش مزند وی مرد صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل نهی، یعنی لا یضرب نزند وی مرد، نزند یعنی باز میداری، میگی نکند اون کار را. لا یضرب نزند وی مرد، این یک کس. اگر 2 کس گفتنی باشه میگی لا یضرب، چی میگوی؟ میگی لا یضرب، ترجمهش مزنن ایشان 2 مرد صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل نهی، یعنی نزنن ویها 2 مرد، 2 کس. اگر مردها بسیار باشند میگوی که لا یضربو، ترجمهش مزنند ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نهی، یعنی نزنن ویها همه مردها، صیغه جمع مذکر است. اکنون 3 تا مذکر را به پایان رساندیم. صاحب کتاب میگوید که آن 3 که مؤنث را بود، اکنون این 3 تا را شرح میتید، این 3 تا را بیان میکند و ترجمه میکند. میگوید آن 3 که مؤنث را بود یکم چی است؟ لا تضرب، لا تضرب ترجمهش مزند وی زن صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل نهی، یعنی که نزند وی زن
صيغه واحده مؤنث یعنی یک زن. اگر دو تا باشد میگیم که لا تضربا، لا تضربا. ترجمهش مثلا ایشان دو زن صيغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل نهی، نزنن و ایها دو زن. اگر بسیاری باشد میگیم لا یضربن، لا یضربن. ترجمهش مثلا ایشان همه زنان صيغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل نهی. این برای زنهای بسیار. اکنون 6 تا غایب به پایان رسید. میگذاریم در دو تا متکلم. دو تا متکلم ببینید لا اضرب لا نضرب. ترجمهش چیست؟ صاحب کتاب میگه که آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی آن دو تا که برای متکلم است. یکمش لا اضرب، لا اضرب. ترجمهش مثلا من مرد یا زن صيغه واحد متکلم معلوم فعل نهی، یعنی نزنم من، نزنم من. خطاب باز میداری، خطاب باز میداری که نزنم من. پس این صيغه چی است؟ واحد متکلم است. اکنون جمع باشد چی؟ لا نضرب میگیم، لا نضرب. ترجمهش مزنیم ما همه مردان و یا همه زنان صيغه متکلم مع غیر معلوم فعل نهی. اکنون بسیاری باشه مگر میگیم لا نضرب، نزنیم ما، یعنی خودمون باز میدارم من میکنیم نزنیم. یا لا اضرب، نزنم من، خودم رو باز میدارم من میکنم. پس انا همین را چی میگن؟ معلوم فعل نهی. و این هست 14 صيغه‌اش و 14 صيغه‌اش به همین طریق ترجمه کرده می شود و به همین طریق چطوری که دیدید شما ترجمهش را و خواندنش را. اکنون تصریف اینها را یک بار یک جا بیان میکنیم. ببینید 14 صيغه را به این طریق یک جا میگوییم که اولا از مخاطب شروع میکنیم. میگیم که لا تضرب لا تضربا لا تضربو، لا تضربی لا تضربا لا تضربنا، لا یضرب لا یضربا لا یضربو، لا تضرب لا تضربا لا یضربنا، لا اضرب لا نضرب. این 14 صيغه معلوم فعل نهی شد. اکنون ما اگر در جای این قتل یقتلو را بیاریم بگیم که نکشد وی مرد یا نکش تو مرد، از مخاطب شروع میکنیم. نکش تو مرد میگیم که لا تقتل لا تقتلا لا تقتلو، لا تقتلی لا تقتلا لا تقتلنا، لا يقتل لا يقتلا لا يقتلو، لا يقتل لا تقتل لا تقتلا لا يقتلنا، لا اقتل لا نقتل. 14 صيغه‌اش. مثلا دحرج یا دحرجو را بیاریم میگیم که لا تدحرج، لا تدحرج لا تدحرجا لا تدحرجو، لا تدحرجی لا تدحرجا لا تدحرجنا، لا يدحرج لا يدحرجا لا يدحرجو، لا تدحرج لا تدحرجا لا يدحرجنا، لا ادحرج لا ندحرج. انا همین طور 14 صيغه‌اش که لا تدحرج یعنی جر نکن تو مرد تا آخرش ترجمه میکنیم. مثلا استخرج یا استخرجو را بگیریم، اگر میگیم که لا تستخرج یعنی طلب برآمدن نکن، تو لا تستخرج یعنی طلب برآمدن نکن، بازش میداریم معنیش میکنیم. پس 14 صيغه‌اش به این طریق میشود که لا تستخرج لا تستخرجا لا تستخرجو، لا تستخرجی لا تستخرجا لا تستخرجنا، لا يستخرج لا يستخرجا لا يستخرجو، لا تستخرج لا تستخرجا لا يستخرجنا، لا استخرج لا نستخرج. پس به همین طریق هر باب را 22 باب صرفی را شما میتونید بیارید و به همین طریق صرفش بکنید. و این هست درس 20 ما و شما از کتاب بدون. و در اینجا درس 20 را به پایان میرسانم و تا درس 21 که مجهول فعل نهی می شود، درس آینده درس 21 انشاءالله باز همین ها را مجهول میکنیم و ترجمه میکنیم و بیان میکنیم. به همین انشاءالله درس امروزه را درس 20 را به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.